درود بر شما، علی فیضی هستم و خیلی خوش اومدید به تاریخ دراما. خزعل، شیخ خزعل به قدری اهمیت داره توی تاریخ معاصر ما و دقیق تر بخوام بگم اواخر قاجار و اوایل پهلوی که هنوز هم رد پاش هست، حتی بهتره بگم هنوز هم تأثیراتش هست. یعنی الان هم خیلی از پان عرب ها، کسانی که اندیشه تجزیه طلبی در سر دارن و میخوان مناطقی از ایران رو به خیال خودشون تجزیه بکنن، مستقل بکنن، هنوز هم حرف میزنن از شیخ خزعل، هنوز هم براش احترام قائلن. یعنی اون تفکره، اون میراث فکری هنوز باقی مونده و یک خطریه دیگه، یک خطر بالقوه‌ایه که باید بشناسیمش و روش تسلط داشته باشیم. دقیقاً به همین خاطره که من این ویدیو رو ساختم در مورد شیخ خزعل و امیدوارم اطلاعاتی که در موردش میدم، چیزهایی که ارائه میکنم خدمتتون مفید باشه، مناسب باشه. شما هم تکمیل کنید توی کامنت ها اگر چیزی میمونه که من ناگفته باقی گذاشتم، چون وقت کم و همه چیز رو طبیعتا نمیشه گفت. منابعم رو هم توی دسکریپشن براتون مینویسم که بدونید. بیشترم مقالات علمی پژوهشیه که چیزای آپدیت شده ای باشه و بتونم اطلاعات خوبی بهتون بدم. حالا شیخ خزعل رو کامل من میگم از ابتدا تا انتهای زندگیش، ولی 2 برهه داره که خیلی مهمه. یعنی تمرکز اصلی ما روی این 2 برهه است. یک، نقشش توی جنگ جهانی اول که جزو عواملی بود که ضربه بزرگی به عثمانی زد و باعث شد عثمانی شکست بخوره از بریتانیا. و مورد بعدی هم توی دوران تقابلش با رضاخان که بعدتر میشه رضاشاه، یعنی هم تو دورانی که رضاخان سردار سپه و در واقع رئیس الوزراست و توی دورانی که شده پادشاه، بهش رضاشاه گفته میشه. و توی این 2 برهه شیخ خزعل خیلی در چالشه با حکومت، با دولت مرکزی. اینا دنبال خودرأیی و خودمختاری هن. حکومت تازه اومده، قوی شده، میخواد یک پارچه باشه و دچار چالش میشن و باز اندیشه های پان عربیزمه که اینجا خودش رو نشون میده. پس تا پایان این ویدیو همراه هم باشید تا خزعل رو کامل بررسی بکنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع خودمون 2 نکته رو بگم. اولا که این ویدیو یکی از 3 ویدیوییه که من میخوام در مورد پان عربیزم بسازم. این راجع به شیخ خزعل. ویدیوی بعدی که چند روز دیگه بعد از این منتشرش میکنم در مورد جمال عبدالناصر و اندیشه ناصریزم. ویدیوی بعدیش که 3گانش تکمیل میشه رو در آینده منتشر میکنم، به این زودی‌ها نیست. در مورد احزاب و گروه‌های پان عربیزم فعلیه، اونایی که دارن کار تروریستی انجام میدن، اونایی که حالا کار تروریستی انجام ندادن ولی به هر حال اندیشه‌های تجزیه طلبی دارن، برای چه شهرهایی نقشه کشیدن، چه برنامه‌هایی دارن و دیگه با اون تکمیل میشه 3گانه پان عربیزم. و دومین نکته که دیگه میخوام بگم و تکمیل شه حرفمو بعد بریم سراغ موضوع اصلیمون، اینه که کانال یوتیوب تاریخ دراما دچار محدودیت شد و من دیگه نمیتونم توش منظم کار بکنم. یک کانالی زدم من که این ویدیوی شیخ خزعل اولین ویدیو از همین کاناله و اگر توی همین کانال دارید میبینید لطفاً سابسکرایبش بکنید، همون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید. و اگر توی کانال قدیمی تاریخ دراما دارید میبینید لطفاً توی این بالا الان من آدرس کانال رو میذارم، توی دیسکریپشن هم هست آدرسش. اگر توی پادکست دارید میشنوید لطفاً برید توی دیسکریپشن و این کانال رو ساب بکنید. امیدوارم هر چه زودتر این کانال جدید تاریخ دراما به حدی برسه که واقعا انگیزه پیدا بکنم و توش میخوام منظم کار بکنم. با یه گروهی هم آشنا شدم، قراره که کارهای گرافیکی رو اونها انجام بدن. یعنی از ویدیوهای آینده این رو متوجه میشید که دیگه یه خورده سر و شکل حرفه‌ای تری پیدا خواهند کرد ویدیوها. چون یادم خیلی میگفتید که آقا خوبه فلانه، مثلا زحمت میکشی، مرسی، ولی علاوه گرافیکی اون چیزی که باید نیست. و به هر حال با این گروه امیدوارم اون چیزی که شایستگیش رو دارید، اون چیزی که واقعا در سطح و شأن شما هست، اون رو تحویلتون بدم و توی این کانال جدید اتفاق میفته. و کانال قبلی تاریخ دراما هم باقی میمونه، پاک نمیشه. توش سری محتواهای خاص میذارم ولی محتوای منظم هفته‌ای 2 ویدیو رو توی کانال جدید تاریخ دراما میذارم. توی اون ممکنه فواصل بیشتر باشه برای محتواها. برای پادکست هم که دیگه طبق معمول شروع میکنم و اپیزودهای پادکست رو مثل همین اپیزود منتشر میکنم براتون. بنابراین این از چیزی بود که باید میدونستید. ببخشید خیلی هم طول کشید تا من آماده بشم. تو این مدت هم من تو این 3 ماهی که تقریبا کار نکردم 2 کار ساختم، یه پادکست، یه اپیزود پادکست و یک ویدیو، ولی منتشرشون نکردم.
اون چیزی که باید نبودن و گذاشتمشون کنار. راستش به خاطر همین هی طول میکشید، هی میومدم میگفتم آقا هفته دیگه ویدیو میدیم، اپیزود میدیم، ولی نمیشد. به خاطر همین بود ندادم اون کارها رو و این دیگه میشه اولین کارمون تو سری جدید تاریخ دراما. پس لطفاً حمایت بکنید کانال جدید رو، توی اینستاگرام، توی تلگرام به دیگران معرفی بکنید، پروموتش بکنید، توی پادکست هم که هستید و خیلی عالی دیگه. میریم برای بررسی شیخ خزعل. شیخ خزعل سال 1241 یا 42 خورشیدی به دنیا میاد. از قبیله بنی کعبن که از نجد، منطقه‌ای که الان عربستان سعودیه، از اونجا اومدن توی ایران. پدرشون جابرخان یکی از ثروتمندترین افراد خرمشهر بود و اصلا دیگه حاکم خرمشهر شد و این شیخ خزعل از وقتی که چشم باز میکنه دیگه میبینه که همه کاره خرمشهره، یا به اصطلاح اون موقع محمره. تو پرانتز همین چیزی بگم کلا در مورد اینکه آقا چی بود که اول، چی شد که محمره شد خرمشهر، چرا به خوزستان میگفتن عربستان، بعد دوباره شد خوزستان، اسم قدیمیش چیه، این طایفه بنی کعب چطور اومدن تو ایران، اینجا مال ایرانه یا باید جدا بشه، چرا مال عربستان نیست، کلی حرف و حدیث هست دیگه در مورد این قضیه. طبیعتا ما دیگه نمیتونیم وارد این جزئیات بشیم چون اون یه بحث دیگه است، ولی برای اینکه آگاه بشید شما هم از این مسائل، ویدیویی که اینجا پایین میذارم متعلق به یه کانالی به اسم خرمگس، کانال یوتیوب خرمگس مال جناب آقای صابر صادقی. همین که خیلی من چنلشون رو دوست دارم، برای تاریخ ایران خیلی خوب دارن زحمت میکشن، واقعا با ارزش کارشون و این ویدیو هم خیلی خوب توضیح میده همه چیز رو. یعنی شما کامل از تاریخچه خرمشهر و اهواز و خوزستان و اینا کامل آشنا میشید، متوجه میشید قضیه چی بوده، این اسما تو چه دوره‌هایی اومدن. ولی خب دیگه از اینجا بعد من فقط میگم خرمشهر و خوزستان، دیگه با اسم جعلی عربستان و اینجور چیزا دیگه کاری نداریم ما. توی اون ویدیو ببینید همه چیز رو. پس وقتی چشم باز میکنه پدر همه کار است، دوره ناصرالدین شاه، خیلی اوضاع داره خوب پیش میره. وقتی جابرخان فوت میکنه پدرشون، برادرش مزعل میشه حاکم خرمشهر و ناصرالدین شاه هم در واقع اون لقب شیخ رو بهش میده، شیخوخیت رو بهش اهدا میکنه. رابطه خوبه دیگه، با قاجار رابطه خوبی دارن اینها. ولی وقتی که زمان میگذره و خزعل بزرگ میشه، خیلی برادرش بهش ظلم کرده، خیلی تو سرش زده، اذیتش کرده دیگه، از اینجای به بعد قدرت رو خودش در دست میگیره. شیخ خزعل برادرش رو میکشه، یه تعداد از برادرزاده هاش رو میکشه و خیلی ها رو تار و مار میکنه. در این مورد دو تا روایت هست. یکی این که میگن بعد از این کارها که خودش دیگه قدرت رو در دست گرفت، بین مردم خوزستان تبدیل شد به یک آدم منفور. یعنی همون دوره و بعدتر خیلی از مردم خوزستان و شهرهای مختلف و حتی اطراف و اینا بعدشون می اومد از خزعل و بعدشون میاد. برخی هم میگن نه، تو اون دوره به هر حال خزعل طرفداران زیادی داشت برای خودش، تو اون دوره ها با پول، با قدرت، یا حتی به خاطر اون اندیشه های عرب، اون بهتر بگم اندیشه های قومگرایانه، به خاطر اون دوستش داشت. یعنی اینجوری نبودی که برای همه آدم منفوری باشه. اما چیزی که مطمئنیم اینه که خزعل با کشت و کشتار و اینجور کارا اومده بالا. حالا این نکته جالبتر بگم در مورد خزعل، این خب دقیقاً سالی میشه حاکم خرمشهر که مظفرالدین شاه هم به پادشاهی رسید دیگه، 1275 خورشیدی. به نقل از فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ سال 10 شماره 38 اونجا گفته، میگه که خزعل 3 سال قبل، یعنی 1272، 3 سال قبل از اینکه به قدرت برسه، توی بغداد عضو یک لوژ فراماسونری میشه. این لوژ بغداد وابسته بوده به یک لوژ فراماسونری مشهور توی مصر به اسم محفل الاکبر الوطنی المصری. محفل الاکبر الوطنی المصری. حالا دیگه من خیلی عربیم خوب نیست، همینجوری میگم دیگه، پایینم براتون مینویسم اسمشو. عضو این لوژ فراماسونری میشه و وقتی برمیگرده به خرمشهر یک محفلی رو راه میندازه به اسم محفل خزعل خان.
یعنی ماسون بوده و توی خوزستان هم محفل خودش رو داشته 3 سال قبل اینکه به قدرت برسه. این هم جزو اون نکات جالبیه که میشه بهش فکر کرد. کلا راجع به فراماسونی رو خب نمیشه هیچ وقت با قطعیت گفت. من هیچ چیز دیگه هم در موردش پیدا نکردم به جز این فصلنامه، اما میشه بهش اینجوری فکر کرد که خب به هر حال این آدم برای کشتن برادرش، برای به دست گرفتن قدرت نیاز به یک شجاعتی داشته دیگه. چرا 2 سال قبلتر انجام نداده؟ چرا 6 ماه قبلتر انجام نداده؟ احتمالش هست که این نقش داشته، یعنی اون وارد اون مناسبات که شده پشتش گرم بوده و گفته خب حالا وقتشه که اون چیزی که میخوام رو به دست بیارم. به هر حال تو دوران مظفرالدین شاه خیلی خوب رشد میکنه. اولا که لقب رو، اون لقب شیخ رو از مظفرالدین شاه میگیره برای خودش. دوما به خاطر اینکه دائم هدیه میداده، پیشکش میداده به دربار، حتی میره با دختر یکی از شاهزاده های قاجاری ازدواج میکنه، جای پای خودش رو قرص میکنه توی دربار. دیگه کلی زمین مظفرالدین شاه بهش میده. طی یک نامه بسیاری از زمین‌های اطراف خرمشهر رو بهش میده، باعث میشه که خزعل دیگه کم کم بره برای گرفتن کل خوزستان. زمین‌های زیادی بوده. این نامه ها رو تو ذهنتون داشته باشید، حالا باش کار داریم. مظفرالدین شاه طی اون نامه کلی زمین بهش میده. رابطه‌شون خوبه. فقط یه مشکل هست، اینکه مظفرالدین شاه تو دوران مبارزات مشروطه خواهان از خزعل میخواد که از خودش حمایت بکنه، میگه بیا از پادشاه و از دربار حمایت کن، ولی خزعل این کارو نمیکنه. مظفرالدین شاه فوت میکنه، محمد علی شاه میاد روی کار. این رو به نقل از فردی میگم به اسم آقای عبدالنبی قیم. آقای قیم اقتصاددان، تاریخ پژوه، 2 تا کتاب مهم هم توی این زمینه داره. یکیش تاریخ 500 ساله خوزستان، یکیش هم کتاب فراز و فرود خزعل که اون کتاب رو بخونید اگر میخواید با خزعل بیشتر آشنا بشید. چی میگه آقای قیم؟ حرفش اینه، میگه خزعل کاملا با مشروطه خواهان بود. بعد از مظفرالدین شاه هم وقتی که محمد علی شاه میاد روی کار و باز از خزعل کمک میخواد، حمایتش رو میخواد، باز همین کار رو نمیکنه. مطمئناً خزعل حمایتش از مشروطه خواهان به خاطر طمع آزادی خواهیش نبوده، به خاطر این بوده که خزعل آدم باهوشی بوده، خوب تحلیل میکرده اتفاقات رو، میدونسته که دست بالا با مشروطه خواهانه، این احتمال رو میداده که قدرت میفته دست اونها، پس بذار من از همین حالا با اونها ببندم. کار به جایی میکشه که وقتی بختیاری ها میخوان حمله کنن به سمت تهران و ماجرای فتح تهران رو رقم بزنن، میان و از خزعل حمایت مالی میگیرن. گفته شده 5000 لیر عثمانی بهشون پول داد، خزعل به بختیاری ها پول داد تا بتونن استفاده کنن برای فتح تهران. این نکته جالبی بود که من خودم تا پیش از این نمیدونستم در مورد خزعل که با مشروطه خواهان بوده. نهایتا احمد شاه که میاد روی کار، باز به خاطر اون روابط خوب و قدرتی که شیخ خزعل داره بهش لقب سردار اقدس رو میده. این سردار اقدس دیگه میمونه براش. بعدها هم که رضا شاه میاد روی کار و یه نامه مهمی داره، یه نامه‌ای داره که تهدید میکنه خزعل رو و خزعل تسلیم میشه، اونجا بهش سردار اقدس گفته رضا شاه. این لقب اصلیشه. توی دوران قاجار انگلیس‌ها خیلی بیشتر نزدیک میشن به خزعل، به خاطر اینکه دیگه چاهای نفت هست اون منطقه، کلی لوله کشی کردن و بعد خیالشون راحت بشه. و چه کسی بهتر از شیخ خزعل؟ قدرت داره، نیروی نظامی داره، روش حساب میکنن و کم کم این قدرت رو بیشتر میکنن. توی دربار هم به قولی حرفش برو داره خزعل. سیستمش اینجوریه که خزعل در ظاهر میگه آقا ما زیر چتر حکومتیم، بخشی از ایرانیم، در واقع جدا نیستیم، ولی در عمل کاملا خودمختار بوده و چون بریتانیا هم پشتش بوده این خودمختاری خیلی قوی‌تر و پررنگ‌تر بوده. ضمن اینکه خزعل کلی نخلستان داشته، مالیات که از مردم میگرفته بده به حکومت بخش زیادیش رو خودش برمی داشته، توی فروش نان و گوشت و خیلی چیزای دیگه دستش بوده، کلی پول در می آورده. این پوله یک پشتوانه بوده در کنار حمایت بریتانیا و خزعل الان همه کار است. بریتانیا هم تعهد کرده بود که مادامی که تو برای ما کار کنی و طبق نظر ما حتی بعدی از خودت اون ولیعهد خودت رو بخوای انتخاب کنی، جانشین خودت رو بخوای انتخاب کنی، تا اون موقع ما تعهد میدیم که هیچ وقت حکومت مرکزی نتونه آسیبی به شما برسونه، یعنی ما حمایت میکنیم. این رو انگلستان مستقیما بهش گفته بود و این اعتماد رو بهش داده بود. دوران خوشی و قدر قدرتی خزعل پیش میره تا مصادف میشه با شروع جنگ جهانی اول. این جنگ جهانی اول اولین نقطه مهمیه که شیخ خزعل توی تاریخ ما نقش پررنگی ایفا میکنه. ماجرا چیه؟
وقتی که جنگ جهانی اول شروع میشه برای بریتانیا خیلی مشخص بود که عثمانی هم وارد جنگ خواهد شد، چرا که عثمانی با آلمان‌ها رابطه خوبی داشت. اون خط راه آهن بغداد برلین طرح بزرگ و جاه طلبانه‌ای بود براشون و میدونستن که عثمانی وارد میشه، فقط کیش رو نمیدونستن که چند ماه بعد هم وارد شد. بریتانیا باید برای اینکه عثمانی رو شکست بده و حتی بعدتر برای اینکه آلمان رو شکست بده یک جایی رو به اسم بغداد باید میگرفت. بغداد تارگت مهمی بود برای بریتانیا و در کلا بین النهرین دیگه، کلا بین النهرین رو باید میگرفت. حالا بغداد رفته رفته هی براش مهمتر میشه، اما برای گرفتن بین النهرین یه کاری که باید میکردیم بود که قوای خودش رو و قوای هندی رو از کشور هند بیاره، از جنوب ایران بگذرونه و وارد خاک عراق بکنه، عراق فعلی بین النهرین اون موقع. و برای این کار حمایت شیوخ عرب رو میخواست. 4 تا شیخ عرب بودن توی اون منطقه که بریتانیا شروع کرده بود به بررسی اینکه آیا میتونه رو اینا حساب بکنه یا نه. اولیشون که شیخ خزعل توی خوزستان، دومیشون شیخ مبارک توی کویت، سومی عبدالعزیز بن سعود توی نجد و چهارمی هم سید طالب پاشا توی بصره. پس بریتانیا میاد رو اینا بیشتر کار میکنه. حمایت خزعل رو که داره، اما بیشتر هم میشه توی اون مذاکراتی که با هم دارن دوباره دست میگذاره روی تعهداتی که به خزعل داره، دوباره ازش حمایت میکنه. میگه تو 2 تا کار باید برای ما انجام بدی خزعل. یک، اینکه از چاه‌های نفت ما، از لوله‌های نفت ما کاملا مراقبت بکنی، چون میدونن که عثمانی حمله خواهد کرد، میاد و آسیب میزنه. خیلی برای بریتانیا مهمه، یه پول زیادی تو این هاست و میگن یک، اینکه باید از اینا مراقبت بکنیم تا ما با خیال راحت نیروهای خودمون رو ببریم برای مبارزه با عثمانی و آلمان. و 2، تو شروع کن با اعراب ساکن عثمانی ارتباط بگیر. تو اگر بتونی با اونها ارتباط بگیری به نفع ما، میتونیم ضربات بزرگی رو به عثمانی وارد بکنیم. شیخ خزعل نه تنها این 2 تا کار رو انجام میده، بلکه نیروهای خودش رو هم یا بخشی از نیروهاش رو میفرسته در کنار نیروهای بریتانیایی و هندی میجنگن با عثمانی. در کنارش یه سری جاسوس رو هم تعیین میکنه توی مناطق مختلف که رصد بکنن تحرکات عثمانی رو. مهمترینش وقتی بود که در بحبوحه جنگ عثمانی ها میخواستن یه حمله محکم انجام بدن برای زدن چاهای نفت و لوله های انتقال نفت و این جاسوس های شیخ خزعل بودن که جلوی این اتفاق رو گرفتن. کار بزرگی بود به نفع بریتانیا. یه توضیح مختصرم در مورد وضعیت عثمانی بدم که دستمون بیاد تو چه شرایطیه. عثمانی چند تا نقطه قوت داشت توی جنگ، چند تا نقطه ضعف. نقطه قوتاش یکیش ارتباط با آلمان بود، آلمان با اون قدرت. دومی این که تونسته بود با 2 تا از گروه‌های ایرانی ارتباط بگیره، متحد بشه. یکیش دولت در تبعید ایرانه که میاد کرمانشاه ارتباط میگیره با عثمانی و خیلی کارها انجام میدن. توی این ویدیو کامل توضیحش دادم، قبلا توی یکی از اپیزودهای پادکستم توضیحش دادم این مسئله دولت در تبعید و ارتباط اینها با عثمانی رو. و دومیش ارتباط گرفتن با جنبش جنگل و میرزا کوچکخان جنگلی بود که میخواستن اون کمیته اتحاد اسلام رو با هم شکل بدن. داره با اینها ارتباط میگیره، توی جبهه‌های هم خوب داره پیش میره عثمانی، اما نقاط ضعف خاصی هم داره. مهمترین نقطه ضعفش چیه؟ اینه که کلی گروه قومیتی توی عثمانی بودن، در حالی که عثمانی میتونست اینها رو به نقطه قوت تبدیل بکنه، بیاره متحد خودش بکنه، بیاره زیر چتر خودش و بجنگن اینها با بریتانیا. دقیقاً برعکس میشه. انقدر توی این سالها به اینها سخت گرفته بود، اینها رو سرکوب کرده بود که همه اینها شدن دشمن عثمانی. در کنار فشارهایی که به ارمنی‌ها میاره، به کردها میاره، 3 تا نسل‌کشی متهمه که انجام شده، نسل‌کشی ارمنی‌ها، نسل‌کشی آشوری‌ها و نسل‌کشی یونانی‌ها. در کنار همه این کارها سرکوب سنگینی هم علیه اعراب انجام داد عثمانی. دقیقاً دورانیه که اندیشه پانتورکیسم خیلی قوی شده، ترکان جوان اومدن روی کار، قدرت گرفتن و یک فردی به اسم جمال پاشا اصلا مسئول سرکوب اعراب شده. یعنی وقتی جنگ شروع میشه، جنگ جهانی اول، یه شورشی رو شکل میدن اعراب
اونا هم اندیشه‌های خودشون رو دارن دیگه. همزمان که اندیشه پان ترکیسم شروع شده، اندیشه پان عربیسم هم در مقابل اون داره شکل میگیره، داره قوت میگیره. جمال پاشا میاد خیلی سنگین اعراب رو سرکوب میکنه، هم فرهنگشون رو سرکوب میکنه هم خودشون رو، و این میشه که اعراب شدن دشمن بالقوه عثمانی. شیخ خزعل هم دقیقاً دست میذاره روی این، چون ارتباط داره. حتی یه نکته رو هم که باید بدونیم اینه که خزعل توی ایران زندگی میکرد، اما توی بصره یکی از زمیندارای بزرگ بصره بود. به خاطر همون قدرت و ثروتی که توی بصره داشت، با خیلی از این اعراب، با خیلی از شیوخ اونجا در ارتباط بود و تونست یکی یکی اینها رو جذب کنه به نفع بریتانیا. همه اونها شدن دشمن عثمانی. و وقتی تاریخ جنگ جهانی اول رو میخونیم میبینیم که خیلی از تاریخ نگارها این رو گفتن یکی از بزرگترین ضربه هایی که عثمانی خورد و جنگ رو باخت همین خیانت اعراب بود بهش. حالا خیانت مثلا بار منفی داره دیگه، شاید واقعا حقش بوده. وقتی شما یک گروه قومیتی رو سرکوب میکنی خب باید انتظار این رو هم داشته باشه که بیانو بهت از پشت خنجر بزنن دیگه. پس توی شرایطی که حکومت ایران رسما اعلام بی‌طرفی کرده، خزعل خودسرانه وارد جنگ شده، کلی ضربه زده به عثمانی، کلی کار کرده برای بریتانیا، نیروهاش رو فرستاده، کمک کرده بریتانیا نیروهاش رو ببره به سمت بصره و عراق. و دیگه انقدر اینا خوشحالن و خوب دارن پیش میرن که میان یه جشنی توی خرمشهر میگیرن. شیخ خزعل با تمام افتخار اینجوری میگه مکرر میگویم تا زنده هستم مصالح دولت انگلیس را حفظ میکنم و خدمات من به آن دولت که به آن افتخار دارم بر کسی پوشیده نیست. نهایتاً بریتانیا نیروهاش رو وارد عراق میکنه 1917. دیگه روابط عثمانی با دولت در تبعید ایران و جنگلی ها کامل قطع شده، تونسته آلمانی ها رو بیرون بکنه، ضربات محکمی رو وارد میکنه بهشون. دیگه روند شکست عثمانی شروع میشه و 1918 دیگه خبری از عثمانی نیست، تبدیل شده به کلی کشور که بخشی از اونها کشورهای عربی هستن. حتی وقتی به پرچمشون هم نگاه میکنیم که تصویرش رو براتون میگذارم میبینیم چقدر رنگ ها مشابهه، به خاطر اینکه این رنگ ها هر کدوم اشاره دارن به یکی از دوره های تاریخ عرب و میفهمیم که اینها بر اساس اندیشه عربی شکل گرفتن، بهتر بگم اندیشه پان عربی. جنگ جهانی اول به پایان میرسه، بریتانیا پیروز، شیخ خزعل تونسته باز هم در جای درست قرار بگیره در جهت منافع خودش، کلی سلاح و پول براش مونده، قوی تر از گذشته شده، کشتی جنگی داره، توپخونه داره، نیروهاش رو تونسته قوی بکنه، حمایت بریتانیا رو هم بیش از گذشته داره، از بریتانیا مدال گرفته و آدم مهمی به حساب میاد برای بریتانیا. دوران پادشاهی احمد شاه پیش میره تا اینکه کودتای 1299 رقم میخوره، شخصیتی ظهور میکنه به اسم رضاخان که میشه رضاخان سردار سپه، بعدن میشه رئیس الوزراء و نهایتا میشه رضا شاه. تقابل شیخ خزعل با رضاخان و رضا شاه تو پرانتز یکی از جالبترین، دراماتیکترین و مهمترین تقابل‌های دوران اواخر قاجار و اوایل پهلویه. اینجوریه که در کنار رضاخان، الان دیگه رضاخان اومده بالا، یعنی مال دورانی رو داریم میگیم 1302 1303 دیگه، قاجار تموم شد، رضاخان اومده، احمد شاه هم دیگه به سمت این داره میره که اصلا فرار بکنه از کشور، میره به پاریس، یه خلأ قدرت پیش میاد. شیخ خزعل مونده الان چی کار بکنه؟ حمایت بریتانیا هم داره کمتر میشه ازش. خب حالا این وضعیت الان حساب کنید در کنارش، در کنار رضاخان کسانی هستن مثل داور، مثل تیمورتاش، مثل فروغی، مثل تقی‌زاده. اینا تئوریسین های ملی‌گران، یعنی دارن برای توسعه ایران چه از لحاظ فرهنگی، چه اقتصادی، چه اجتماعی برنامه ریزی میکنن، تئوری میدن، کتاب مینویسن، کار میکنن و اینها رو دور خودش داره رضاخان. و وقتی هم که میشه پادشاه، همینان که میان اون تئوری حکومتش رو مینویسن و شکل میدن. در برابر اینا هم خزعلی وجود داره که حمایت اعراب رو داره، دلش میخواد اینم یک کشوری برای خودش داشته باشه مثل همون کشورهای عربی که شکل گرفتن بشه عربستان. یه سری از روزنامه‌های عراقی شروع کردن به باد کردنش، حتی تیتر میزنن سلطان عربستان، به خوزستان میگن امارت مستقل عربی. این مدلی داره پیش میره دیگه، یعنی دلش میخواد جدا کنه. ولی در مقابل به هر حال یه نفر پیدا شده که همون رضاخان باشه که تصمیم گرفته هر طور شده اون مناطق رو بیاره و
پیوند بده با باقی کشور. چه معنی داره همه جا زیر چتر حکومت مرکزی باشه، دولت باشه، یه جا باشه برای خودش هر کاری دلش میخواد بکنه؟ اصلا معنی نداره. در حالی که توی اونجا اتفاقا چاهای نفت هست، دوله‌های نفت هست، به خلیج فارس راه داره. یعنی همه اون کارهایی که رضاخان بعدتر انجام میده وصل به همونجا. نیرو دریایی میخواد تشکیل بده، تأسیس بکنه، باید اونجا رو داشته باشه. میخواد با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره بکنه سرش، با بریتانیایی ها حق نفت ایران رو بیشتر بکنه، باید اونجا قدرت داشته باشه. قدرت نداشته باشه چجوری میخواد با انگلیسی‌ها مذاکره بکنه؟ و شیخ خزعل رو هم باید کنترل بکنه. به همین خاطر شروع کرده به نقشه کشیدن. هم شیخ خزعل داره 2 تا 4 تا میکنه، شروع کرده با اعراب، شیوخ عرب، با یه سری از حتی خانهای بختیاری داره مذاکره میکنه، میخواد یه قدرتی برای خودش برپا کنه، میترسه، میدونه که این حمله قریب الوقوعه، حمله لشکر دولت و در صدرشون رضاخان سردار سپه و اونها هم دارن برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. و جالبه وقتی به ادبیاتشون هم نگاه میکنی یه کلیدواژه‌ای توش هست که همین حالا هم خیلی از تجزیه طلبا توی ادبیاتشون این کلیدواژه رو دارن: سیاست تمرکزگرایی. یعنی هر موقع حرفی میشده، نامه، تلگراف، چیزی رد و بدل میشده، میگفته شما سیاست تمرکزگرایی دارید. چه معنی داره کشوری ارتش ملی داشته باشه و بخواد همه قوا رو، همه قدرت‌های محلی رو بیاره جزو اون ارتش؟ اصلا معنی نداره این کار. شما میخواید ما رو بیچاره کنید، شما میخواید فرهنگ عربیمون رو از بین ببرید، شما میخواید ال کنید، بل کنید. این کلیدواژه هست هنوز هم. و اولین بهانه‌ای که پیدا میشه برای تقابل جدی بین این دو طرف مسئله مالیاته. گفتم خب خزعل اولا که مالیات هایی که از مردم میگرفت که بده به حکومت دوران قاجار، خیلی هاشو اصلا نمیداد، برای خودش برمیداشت. دوما تو تمام این سالها که خلأ قدرت پیش اومده بود، قاجار خیلی تضعیف شده بود، جنگ بود دائم تو تهران، خیلی وقتا اصلا مالیات نمیداد خزعل. دکتر میلسپو، آرتور میلسپو که به عنوان مستشار آمریکایی آوردن که یک سر و سامانی بده به امور مالی و مالیاتی، حساب کتاب کرد دید حدوداً 400,000 تومان بدهی داره، بدهی و مالیات معوقه داره که باید بده. ارتباط گرفت با خزعل و بهش گفت تو 400,000 تومان بدهی داری. طبیعتاً خزعل دلش نبود، ولی خب مجبور بود دیگه، بعد یه جورایی دل اینها رو به دست می آورد. این شد که وقتی یک هیئتی رو تهران فرستاد بره صحبت بکنه با خزعل، اون پذیرفت، گفت که من 100,000 تومانم همین الان بهتون دستی میدم، اینو داشته باشید، باقیش رو هم به زودی بهتون میدم. این به زودی میدم ادامه پیدا کرد تا خورد به جریاناتی که توی تهران داشت اتفاق میافتاد. مهمترینش دعوا سر جمهوریت بود. رضاخان اون موقع اصلا دنبال پادشاهی نبود، تو اون برهه میخواست حکومت رو تغییر بده بکنه جمهوری. کسانی مخالفش بودن، در صدرشون آیت الله مدرس بود، موافق نبود به دلایلی که حالا قبلا گفتم دیگه توی سگانه رضا شاه اینا رو کامل بررسی کردم. شیخ خزعل نگاه کردید تهران خیلی شلوغه و هر آن امکانش هست، چه با دخالت بریتانیا، چه با جنگی که توی مجلس هست و مدرس و دیگران دارن باش می جنگن، ممکنه رضاخان سقوط بکنه و احمد شاهی که فرار کرده رفته پاریس موفق بشن اونو برگردونن به تهران. تمومه دیگه، رضاخان مثلا سقوط میکنه، شکست میخوره. پس من چرا بیام مالیات بدم؟ چرا بی خودی 300,000 تومان پول بدم که هم قویش بکنم، قوی ترش بکنم دولت فعلی رو، و هم دیگه باعث میشه اونها هیچ وقت نتونن پیروز بشن. من دست نگه میدارم تا اصلا خیالم راحت بشه. احمد شاه که برگرده میشه مثل قبل دیگه، مالیاتی نمیدم و گل و بلبل همه چی، بس صبر میکنه. اما رضاخان شکست نمیخوره، هنوز احمد شاه جرئت نکرده برگرده. مدرس هم دید که از راه دیپلماتیک و راه سیاست و اینها نمیتونه کاری پیش ببره، چون اونها اقلیت بودن، اکثریت مجلس طرفدار رضاخان بودن، اکثریت مجلس قبولش داشتن به عنوان یک رئیس الوزرای قانونی و اصلا دلیل نمیدیدن که بخوان بیارنش پایین از قدرت. پس خزعل توی همون شلوغی ها جواب داد به اون مسئول اداره مالیات خوزستان، بهش گفت که نه، من بقیه پول رو نمیدم، اون 300,000 تومان رو اونو نمیدم، چرا که منم از دولت کلی طلب دارم. ضمناً این مرد که اجنبی کیه؟ من چرا باید به این پول بدم؟ این کی انداختید جون من؟ یعنی میلسپو. پولی هم نمیدم و تمام. گذشت تا اینکه رضاخان خودش شخصاً بهش پیام داد، گفت که ببین، اولا که باید اون پولا رو پس بدی، دوما مظفرالدین شاه طی فلان نامه کلی زمین رو به تو داد. گفتم دیگه توی بخش قبلی ویدیو گفتم، تو ذهنتون باشه، اون نامه از لحاظ قانونی دیگه بی‌اعتباره، همچین چیزی نیست، همه اون زمین ها رو هم باید پس بدی.
شیخ خزعل هم عصبانی شد، در جواب گفت که من اصلا تو رو به رسمیت نمیشناسم، تو اصلا از نظر من رئیس دولت نیستی، تو قاصبی، تو تهران رو اشغال کردی، تو پادشاه قانونی و مشروطه مملکت رو مجبور کردی بره بیرون، تو کی هستی که من بخوام به جواب بدم؟ دیگه جنگ رو میشه، یعنی شمشیرها رو هر دو از رو بستن برای هم، روابط تهران و خوزستان هم کاملا قطع شده. خزعل شروع میکنه به یارگیری. اولا که با مدرس ارتباط میگیره، مدرس هم که گفتم از راه دیپلماتیکش شکست خورده، نتونسته رضاخان رو شکست بده، ببینه چقدر خوب خزعلی هست و نیروی نظامی داره و پول داره و پس با همینا متحد میشن. مدرس میشه متحدش. از اون طرف یه منطقه‌ای بوده به اسم پشت کوه سمت لرستان که یه جای عجیب غریبی بوده، گویا هم صعب العبور بوده، هم سیستم عشیره‌ایش و اون خودپسندگی اقتصادیش باعث شده بوده که هیچ وقت هیچ دولتی نتونه به اونجا نفوذ پیدا بکنه. والیش غلامرضا خان برای خودش اونجا خان بوده دیگه، سلطنت میکرده، چون میدونسته که دست هیچ حکومتی به اونجا نمیرسه. رضاخان هم اون اوایل نتونسته بود وارد بشه به اونجا، به خاطر اون شرایط جغرافیایی و سیستم اقتصادی سیاسیش نمیتونستن دیگه. اونم میشه متحد خزعل. خزعل بهش میگه ببین برنامه‌مون این باشه، تو قوای خودت رو تجهیز بکن، منم پول میدم بهت. مدرس هم که هست توی تهران، ما ارتباط میگیریم با احمد شاه، قانعش میکنیم که اگر بیای ایران ما مراقبتیم، رضاخان نمیتونه به تو آسیبی بزنه، نیروهای غلام رضاخان میان از لب مرز میارنت پیش خودمون. به محض اینکه احمد شاهو آوردی پشتکو پیش خودت، منم نیروهامو میارم و دعوت میکنیم از مدرس و اون مجلسی ها بیان به استقبال احمد شاه. دیگه عملاً احمد شاه وارد شده، میبریمش تهران، اونم رضاخان رو خل میکنه و تموم میشه میره. ایران رو اینجوری پس گرفتیم به خیال خودمون. اونا میگن باشه. بعد شروع میکنه با یه سری از خانهای عرب دیگه ارتباط میگیره خزعل، با چند تا از خانهای بختیاری هم ارتباط میگیره و داره قوی تر میکنه سمت خودش رو، طیف خودش رو. این میشه که 1303 اینها میان کمیته قیام سعادت رو تشکیل میدن. هدف کمیته قیام سعادت هم بازگردوندن احمد شاه و کنار زدن رضاخانه. ولی در مقابل رضاخان سردار سپه چی داره؟ و در واقع صدر اعظم هم هست دیگه، رئیس الوزراء بهتر بگم. اولا اینکه اکثریت مجلس طرفدارشن، به عنوان رئیس الوزرای قانونی تاییدش کردن در برابر اون فعالیت‌های کمیته سعادت. و حتی شخص معتمن الملک نامه میده به مدرس، میگه که تو چرا برای زدن رضاخان اومدی با یه آدم بدنام مثل شیخ خزعل بستی؟ خوزستان جزء جدایی ناپذیر ایرانه و هیچ وقت اینا نباید همچین ادعایی بکنن عربستان و چه و تو این کار نباید، تو خودت عضو مجلسی، تو مثلا هی حرف از مشروطه و مشروعه و اینا میزنی، چرا رفتی با اون بستی؟ پس رضاخان طرفداری مجلس رو داره و اینها هم دوباره نامه میزنن و تایید میکنن رضاخان رو. مورد بعدی، این کمیته سعادت و خزعل و اینها خیال میکردن که مثلا مردم ایران استقبال میکنن از احمد شاه، در صورتی که خبر نداشت بلافاصله بعد اینکه احمد شاه از ایران رفت تو خیلی از شهرها، مهمترینشون توی تهران، کلی تظاهرات شد علیهش. مردم اومدن گفتن آقا رفتی دیگه بر نگرد، ما نمیخوایم تو رو. اینا رو قبلا گفتم و کلی پلاکارد، کلی تظاهرات، کلی شعار مسخرهش میکردن با شعر. حالا اون شعر یادم نیست، شعری از مسخره میکردن اصلا احمد شاهو، همه کسی جدی نمیگرفتش واقعا. برای خزعل و مدرس هم یه مترسک بود دیگه، فقط میخواستن بیارن از اون قدرت پادشاهیش استفاده بکنن برای زدن اینها. از همه اینا گذشته خزعل خیلی روی حمایت بریتانیا حساب کرده بود، ولی عجیبه یا جالبه بریتانیا دیگه کلن تغییر رویه داد. چرا؟ چند تا بحث هست دیگه، ولی اون چیزی که مطمئنیم سرش اینه که بریتانیا میدونست که برای اینکه جلوی نفوذ بولشویک ها و شوروی رو بگیره به ایران، چون اگر اونها ایران رو میگرفتن میتونستن هندوستان رو هم بگیرن، بریتانیا هم ایران رو میخواست هم هندوستان رو. برای اینکه جلوگیری بکنن از این اتفاق باید یک حکومت یک پارچه و قوی توی ایران باشه. اگر یه حکومتی باشه مثل قبلی‌ها، حتما شوروی شکستش میده و میاد ایران و بعدم هندوستان رو میگیره. پس بریتانیا اومده 2 تا 4 تا کرده، میگه باشه ما دست میکشیم از متحد سابقمون خزعل، ما استفادهمون هم کردیم دیگه، الان نیازی بهش نداریم، ما حمایت نمیکنیم. یه چیز دیگه هم هست توی تحلیلا،
میگن که بریتانیا خب مطمئن شده بود که رضاخان سردار سپه رئیس الوزراء هر طور که شده میخواد اینها رو سر جاشون بنشونه و میخواد ایران رو یک پارچه کنه، قدرت‌های محلی رو باید شکست بده. تو این قضیه جدیه، بارها نشون داده تو صحبت‌ها، تو حرف‌ها، تو عمل. پس این هر جور که شده خزعل رو میزنه. اگر ما بخوایم باهاش مبارزه بکنیم که این مخالف سیاست‌های اصلیمونه، این که نمیشه. 2. اگر بخوایم وایسیم رضاخان بیاد خزعل رو شکست بده، طبیعتا خزعل فرار میکنه میره بصره و این باعث میشه تمام اون شیخ‌های عرب دیگه که متحد ما هن بترسن، بگن این چه حمایتی بود که تو از خزعل کردی، این که فرار کرد رفت. پس بهترین راه اینه که جلوی شروع جنگ رو بگیره، هم به خزعل بگه که مذاکره بکن، هم به رضاخان بگه مذاکره بکن، هیچ کسی رو تشویق به جنگ نکنه. و خزعل تا اینجا خیال میکرد بریتانیا حمایت میکنه، نیرو میده، پول میده. نه، خبری از این چیزا نیست. وای میسن از احمدشاه دعوت میکنن که آقا بیا ما هواتو داریم. احمدشاه هم نمیاد. احمدشاه همون جمله مشهورش دیگه که گفته من ترجیح میدم سبزی فروش باشم تو اروپا نیام پادشاه بشم. اینا میبینن ای بابا ما رو دیوار کی یادگاری نوشتیم، ما این همه زور زدیم مثلا اینو بیاریم، این اصلا نمیخواد بیاد. همه اینها باعث میشه که خزعل میبینه نه اوضاع پسه، خیلی اوضاع خرابه. رضاخان یه چیز دیگر رو هم حواسش بود، میدونست که خزعل کلی زمین داره تو بصره، کلی آدم اونجا داره، مبادا این فرار بکنه از ایران بره. هدفش این بود، میخواست خزعل رو آروم بکنه، بگیره قدرتش رو و بهش بگه بمون ایران یا به زور نگهش داره. اگر خزعل بره بصره میره اونجا، این موج ضد ایرانی رو با قدرت ادامه میده، کلی آسیب میزنه، کلی بازی در میاره و ما هر روز یه مشکلی داریم سر این. پس خزعل نباید از ایران بره. دیگه تو همون سال 1303